گوشی سامسونگی برام آوردن با مشکل آنتن که همینطوری که دارید میبینید این قسمتش آب خورده و سولفات شده. من این قسمت رو شستشو میدم، ولی این شستشو به تنهایی کافی نیست. دلیلش هم اینه که بذارید من زوم کنم. دلیلش هم اینه که این قطعه‌ای که اینجاست، این خازن به ظاهر روی برد نصبه. در اصل این خازن جدا شده از رو برد به خاطر سولفاتی که شده و اکسیدی که توی پایه های خازن ایجاد شده و این چسبی که دوره این آیسی هست این خازن رو نگر داشته بود. من این چسب رو میکنم. این یه نکته خیلی مهمیه که خیلی وقتا تعمیرکارا رو گمراه میکنه. یعنی باید حواسمون باشه به قطعاتی که دورشون چسب هستش. یعنی اگر مشکوک شدیم باید با نوک پنس یه فشار کمی به اون قطعه، حالا مقاومت باشه خازن باشه، بیاریم بفهمیم اون قطعه سر جاش هست یا نه. یه شستشوی دیگه دادم. الان یک مقدار خمیر قلب و روغن لعین میمالم به محل خازن، به محل پایه های خازن و این پایه ها رو قلندود میکنم که خازن جدید رو بتونم خیلی راحت تر نصبش کنم. یه مقدار کمی هم خمیر فلاکس میزنم به این صورت که خازن خیلی راحت سر جاش وایسه. به این صورت باد ایتر هم تا اونجایی که میشد کم کردم که این خازن رو پرت نکنه بادش. اینم از پایان کار و امیدوارم که از این آموزشم لذت برده باشید. گوشی سامسونگی برام آوردن با مشکل آنتن که همینطوری که دارید میبینید این قسمتش آب خورده و سولفات شده. من این قسمت رو شستشو میدم، ولی این شستشو به تنهایی کافی نیست. دلیلش هم اینه که بذارید من زوم کنم. دلیلش هم اینه که این قطعه‌ای که اینجاست، این خازن به ظاهر روی برد نصبه. در اصل این خازن جدا شده از رو برد به خاطر سولفاتی که شده و اکسیدی که توی پایه های خازن ایجاد شده و این چسبی که دوره این آیسی هست این خازن رو نگر داشته بود. من این چسب رو میکنم. این یه نکته خیلی مهمیه که خیلی وقتا تعمیرکارا رو گمراه میکنه. یعنی باید حواسمون باشه به قطعاتی که دورشون چسب هستش. یعنی اگر مشکوک شدیم باید با نوک پنس یه فشار کمی به اون قطعه، حالا مقاومت باشه خازن باشه، بیاریم بفهمیم اون قطعه سر جاش هست یا نه. یه شستشوی دیگه دادم. الان یک مقدار خمیر قلب و روغن لعین میمالم به محل خازن، به محل پایه های خازن و این پایه ها رو قلندود میکنم که خازن جدید رو بتونم خیلی راحت تر نصبش کنم. یه مقدار کمی هم خمیر فلاکس میزنم به این صورت که خازن خیلی راحت سر جاش وایسه. به این صورت باد ایتر هم تا اونجایی که میشد کم کردم که این خازن رو پرت نکنه بادش. اینم از پایان کار و امیدوارم که از این آموزشم لذت برده باشید. گوشی سامسونگی برام آوردن با مشکل آنتن که همینطوری که دارید میبینید این قسمتش آب خورده و سولفات شده. من این قسمت رو شستشو میدم، ولی این شستشو به تنهایی کافی نیست. دلیلش هم اینه که بذارید من زوم کنم.
دلیلش هم اینه که این قطعه‌ای که اینجاست، این خازن به ظاهر روی برد نصبه. در اصل این خازن جدا شده از رو برد به خاطر سولفاتی که شده و اکسیدی که توی پایه های خازن ایجاد شده و این چسبی که دور این آیسی هست این خازن رو نگر داشته بود. من این چسب رو میکنم. این یه نکته خیلی مهمیه که خیلی وقتا تعمیرکارا رو گمراه میکنه. یعنی باید حواسمون باشه به قطعاتی که دورشون چسب هستش. یعنی اگر مشکوک شدیم باید با نوک پنس یه فشاری کمی به اون قطعه، حالا مقاومت باشه خازن باشه، بیاریم بفهمیم اون قطعه سر جاش هست یا نه. یه شستشوی دیگه دادم. الان یک مقدار خمیر قلب با روغن لعین میمالم به محل خازن، به محل پایه های خازن و این پایه ها رو قلندود میکنم که خازن جدید رو بتونم خیلی راحت تر نصبش کنم. یه مقدار کمی هم خمیر فلاکس میزنم به این صورت که خازن خیلی راحت سر جاش وایسه. به این صورت باد ایتر هم تا اونجایی که میشد کم کردم که این خازن رو پرت نکنه بادش. اینم از پایان کار و امیدوارم که از این آموزشم لذت برده باشید.